نفس نمیدونم چرا قلبت صدا نمیده. فکر نمی‌کنی چون قلب ایبره به خاطر روز؟ نه بازم باید صدا برسه. خب ایدیم این گوشت نیست دکتر، ازو نیست. نه آقا اصلا ولش کن، روش فایده نداره. پاشو شل کن. شل بیا بیشل. شله؟ شل. اخ ببخشید دکتر. بچه‌ی بخواد. گفتی شل کو دیگه بزایم دیگه. ولش کن. شما مشکلت چیه؟ محافظم مشکل داره دکتر زید فراموش کنم. حافظه کوتاه مدت مشکل داره. ها چند وقت اینجوری شدی؟ چی جور؟ این مشکل فراموشی و اینا. شما از کجا بدنه؟ همین الان خودت گفتی. ما گفتم. در این حد زود فراموش میکنی؟ چیره؟ یعنی در ثانیه پاک میشه؟ من تا حالا اینجوری ندیده بودم. تو یه بیمار نادری. من بعد زنگ بزنم به استادم. نادر که اسمو مصطفی ما دکتر نسخرش رو ننویسی. استاد سلام، خسته نباشید. استاد یه بیمار واسه من اومده، این حافظه کوتاه مدتش در ثانیه پاک میشه. ندیده بودم اینجوری. یه لحظه گوشی خدمتتون. ببین اسم من سجاده. خب اینو سعی کن به خاطرت بسپاری. سجاد حله. 1 2 3. خی بزنی؟ نه اسم من چیه؟ مو چی میدونم اسماعیل. دیدی دکتر؟ من تا حالا ندیده بودم اینجوری. نه بابا یارو اسکله، حواسم هست. ها؟ آره چه فاشمتی؟ الان فراموش میکنی. خب به چه فاشمتی؟ بابا الان میگم فراموش میکنی. 1 2 3 بیا فراموش کردی. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 رو باشه. نشون بهتون. یه روش درمانی بود. من تو رو عصبی میکردم. غلط کرده نرمت کنم. خدا من زنه بچه دارم. شما بعد اینجا من مسافر کشی با تاکسی تو رو خدا بار نکن. یه دکتر چی گیری مو به چه اسلحه در گردم. آی دکتر شرمنده به خدا. دکتر چی شد؟ هیچی استاد حلش کردم. این که بهش گفتی اسکول نشد؟ مگم یه بدا الو مگم این فاش بدا. دکتر مصده چی بود؟ آقا نمدنی این فاش چی بدا مبزایمش؟ بهت گفت اسکول. مگم یک چیزی گفت. خواهد که فاش نده ای؟ نه بابا. بازم معذرت یاد. خدا فاش من